اگر نمیخواین هر چند وقت یه بار هزینه کنین یه نفر بیاد این فیلتر یخچال رو براتون تعویض کنه، تا آخر این کلیپو ببینید. بریم اول یه دونه شیشه پاک کنو میگیرم میذارم جلوی پایه‌های یخچال تو قشنگ شل بشه و آروم بیاد جلو. حالا یخچال که کشیدم میرم سمت پشت یخچال. این شیر آبو میبینید، اول از همه اون شیر آبو میبندم که دیگه آب وارد یخچال نشه. حالا موقع تعویض فیلتره، میام این ضامن رو وا میکنم میدم پایین، شلنگو توش در میارم، همینطور ضامن پایین رو وا میکنم شلنگو در میارم، فیلتر استفاده شده رو میذارم کنار، فیلتر جدیدی که خریدم رو میارم. به تنها چیزی که باید دقت بکنم ورود و خروجشه. این جریان آب باید دقیقاً مثل اون فلش باشه. این میشه خروجی، شلنگ وارد شده از آب رو بر میدارم وصل میکنم به ورودی فیلترم، میذارم داخلش کاملا قشنگ سفت میکنم اونو. حالا اینجا یه نکته فنی داره، باید اول آبو باز کنم. آبو باز میکنم تا سیاهی اول این زغال اکتیو از بین بره. آبو که وا کنم ببینید قشنگ این سیاهی اولشه. چند ثانیه‌ای صبر میکنم، سیاهی که رفت آب سفید شد. حالا وقتشه که شلنگ خروجی رو، یعنی اون شلنگی که وصل میشه به یخچال رو وصل کنم به اون یکی سر فیلتر. اینجا رو میگم شلنگ رو وصل میکنم و اینم صفر میکنم و تمام.